فصل زمستان یکی از بهترین و زیباترین فصل‌های سال بوده و چشم زود نظارس است. فصل زمستان فصلی است که در طبیعت انسانی زیباترین فصل به حساب رفته. طبیعت رنگ سفید را به بار می‌کند و برای گذراندن این فصل مردم برای زمستان تیاری دیده محصولات خوراکی و معیشی را در این فصل سفید برای خود ذخیره می‌نمایند. بین ساکنان پایتخت عاید آمادگی ساکنان دوشنبه شهر برای زمستان گذرانی پرسش گذرانیده شد که در آن ساکنان پایتخت عقیده‌های خود را به خبرنگاران دست به دست نقطه تیجه چنین ارزیابی نمودند. فصل زمستان گذراندن با سالاتایی که تابستون محکم کرده بودیم همونجا استفاده می‌بریم. بعد فصل زمستان در خونگی هیزم و کمور گرفته موندگیم. خونه زندگی چقدر؟ شما در فصل زمستان برای خود چی مواد تیار کنید؟ موادی نه زیرا بوی، سالاد، پنبه شکراب، وارینی‌های از هر خیل میوه‌ها. چیز؟ مثال من از سیب بیهی، از کلوبنیکا، از مالینه، از اولوچه، کامپوتوی افدیسون، بعد اولوچه، شفتالو، کم محکم. ما هر سال می‌دونیم که تاجیکستانی عزیز ما زمستان برق می‌آید. یا برای اول برای فرزندهایمان سوالی باز می‌کنیم، برای خودمان. بعد در سوخت سوز می‌شود. یعنی اگر امکانی شود ما پیشگاه‌های تاجیکی داریم. کمر انگشت می‌گیریم. انگشت برای می‌بینیم که اگر چند مهلت می‌برد باز زپاس می‌کنیم. این بران ما تیاری ما زمستان به خوب است. من چیکاری که جناب عالی در نطقشان گفتن که این سال زمستان بسیار هم زمستانی وی می‌آید. ولی همینا ما زیرا هم تیاری هم خودی شدیم. ما البته ما در دوشنبه چی گفتنی هستیم؟ دوشنبه برای ما معتدل است. ما قدر تیاری هم نبینیم می‌شود. چون که آب و هوایش برای ما مطابق است. ما همین باور می‌کنیم یک فیلتر اکنون روشن شود فیلتری و الکتریکی خطی ما زمستان برآوردن ما ممکن. فقط ما می‌خواهیم که این سویت‌های ما خاموش کرده نشود. تیاری چی اور می‌گیریم، روغن می‌گیریم، شکر، کارتوشک، پیاز، سبزیجات. نه تیاری ما. در فصل زمستان شما برای خود چی مواد تیار کرده اید؟ من یکم خورد، روغن، برنج، کارتوشک، پیاز، سبزی. فصل زمستان با شما پسند است؟ پسند. تیاری شما با فصل زمستان چگونه است؟ زمستان خیلی زمستان دیگر خودم چیم نیست. دیگه به هر حال تیاری نداره. لوتی برای کمودی هستند که از طرف حکومت و تیاری‌هایی که سال برای گرمی هستند اینو کار نمی‌کنند. ولی 20 سال شد. ای سال نهاد تری کار نکرد. اگر اون کار اصلا تعمیر تیاری نیست. خیلی دیگر خیلی سال دارد. بعد تشکیل دیگه می‌گیریم میمونیم خیلی گرمی می‌گیریم. هدیه شکر. در فصل زمستان شما برای خود چی مواد تیار کرده اید؟ آغازه حالی این نرخ نوایی که حالی در بالا رای هیچ تو کار نمیشه با پولی معلومه. آموزگار. که چاکر بخدا کرده خیلی کیلو خرید گرفته چی میگه؟ تیاری با زمستان همین خریدن شو ذخیره کردن وارنی پیاز می‌خریم، کارتوشک، سوپه گذرگاه. تیاری شما در فصل زمستان چگونه است؟ تیاری رو با فصل زمستان خوب است. ما همیشه تیاریم و در آینه هم ذخیره کردیم برای فرزندان روز گرم برای برادران روز گرم در فصل زمستان شما برای خود چه مواد تیار کرده اید؟ موادهای خوراکه باشد. موادهای خوراکه باشد. بر فصل زمستان مثال در خونه پیچکا میمونیم، گرم نرم میپوشیم، لباسهای گرم میخریم، چیزهای گرم میخوریم که خنک نزنه. شما در فصل زمستان برای خود چه ذخیره کردید؟ در فصل زمستان برای خود در خونه برنی میپزیم. در فصل زمستان خوریم، چیزهای گرم میخریم، چیزهای گرم میپوشیم.